صبح که از خواب پا میشم اول میرم دست صورت همو میشورم، ولی ایشون صاف اومده نشسته رو کله ما نمیذاره. بعد یه قاشق از این ترکیب عسل و بادوم و اینجور چیزا برمیدارم و میخورم. خیلی سخت ناشتایی، ولی به خاطر پاکسازی روده و اینجور چیزا اول اینو میخورم. بعد یه شات قهوه ترک دم میکنم. ایشون همچنان رو کله ماست. حتما میگین تو که اسپرسو ساز داری چرا ترک میخوری؟ توی روزای ریکاوری که صبحونه نمیخورم اسپرسو یه ذره اذیت میکنه، ترک یه ذره سبک‌تره. خلاصه قهوه رو میخورم و میرم سراغ کار و زندگی. ایشون هم همچنان رو کله ماست. بیا پایین بابا، بیا پایین، میخوام برم دستشویی. خب این هم کار و زندگی ماست. بچه اینی که من درست کردم میگیم به چه درد میخوره. ببینین توی اتوبان یا خیابونایی که به صورت 90 درجه خروجی داره میتونن اینو بذارن، مثلا یس، یعنی میتونین وارد شین. ولی افرادی که از درجه 90 درجه میخوان بیان توی خروجی کلمه نوه، یعنی نه نمیتونین وارد شین. این ور میتونن رنگش قرمز بکنن، این ور رنگ آبی. بعد این فقط یس و نو نیست، خیلی کارهای دیگه هم میشه با این سبک الگو و اینجور چیزا انجام داد. نمیدونم به نظر شما به چه دردی دیگه ای میخوره، بگین شاید بقیه استفاده بکنن. و ایشون هم همچنان رو کله ماست. بعد یکم نشاسته و کربوهیدرات تا شب که ضعف نکنیم. اینم 2 سیب معمولیه به خاطر ویتامین آ و حالا خواصی که داره دیگه. یکم حرکات کششی هم انجام میدیم که همچین بدنمون هم خشک نمونه دیگه. حالا درسته ورزش سنگین نمی کنیم، ولی ایشون هم همچنان رو کله ماست. تلق و طلوقی میکنه، انگار 80 سالمونه. یکم بیشتر ورجه ورجه کنه فکر کنم بپره دیگه رو کله. پرید دیدی؟ نه پروتر از این حرف هست. خلاصه که بچه خوبی باشین، ورزش کنین، غذای سالم بخورین، آب زیاد بنوشین و قبلش مطمئن باشین که آبی که می نوشین سالم باشه. تا درودی دیگر، بدرود.